نگی عزیزم آش نگی گوشمه واقعا صابونه اینقدر بگیر منتظر تو و حساب موندم میشم خسته شدم فقط هم میشم صبر کن گوشمه نمیشه همه آدم مزخرف باشن شاید تو مزخرفی چه جمله سنگینه آفرین آفرین خیلی خندیدی بیا مثلث بودن 2 ساعت منتظر زدم 2 ساعته نمیشه همه آدما چرا من منتظر میذارم پس من بهترم دیگه وای پس گیم 2 نفر بازی نکن نمیتونم جنبش نداری تو جنبش نداری تو داری قهر میکنی گو خور تو گو میخوری من دوست دارم برو بابا خواهی کلیپ شاره اسکلت دیدی آره میخوام کلیپ بیا دیگه 2 ساعت ما بزنیم ابراز علامه کردم آره من میگم گو نخور میگم تو گو میخوری بعد میگی پشیمون شدم دوست گو دارم. نخورم خب چرا نمیگی من پشیمون شدم دوست دارم آها اول اینو بگو پس گفتم یعنی چه فایده‌ای داشت مرسی ممنونم بیا بوست کن دایی مثل سگا ولی ببینی عاشقتم مثل سگ آره دایره نگه میداری لطفا مرسی چرا جت پک این نویسنده کوفتی داستاناشو آره. تمام نمیشه حالا من با 8 با بجنگم مگه چپتری نبود امیری چپترش خیلی وای گرفتمش با تیر بزنش حرامی رو با تیر بزن حرامی رو با تیر بزن قرمزون بزنش مونت بزن تو رو خدا بزنش بابا تو رو خدا قرمزه تو رو خدا عجب نوب سگی هستی عجب نوب سگی هستی اون از قرمزه نمیدونم کی میخوای بزنی میخوای یه رو دیگه بزنیش یا علا چه عجب چه عجب خفشه آبیه بزن دیگه نمونده زدمش بابا زدمش شب نداری آبیه هنوز خب باشه زدمش یه بار دیگه این از هم من جدا باشیم فهمیدی؟ این چون حروم زاده است بعد از هم جدا باشیم بزن آبی اولش واقعیتی اداره شده داره دیجی دیگه اون داداش من اونا فامیله تو فکرم اونم تو داری مونس پاس دادم اومدم کجا میری هی بابا تو جا بیا خب بیا اوکیه بیا بگیرش گرفتم باورم نمیشه پاس بگیر بذار توش چیکار کردی؟ بابا چه تیری زدی؟ باورم نمیشه بگیرش اینقدر میزنی ها به عنوان کسی که 30 بار ریدی باید سکوت کنی فقط من میرینم هر کجا نشن حسام خوب بازیم که تو میرینی تا الان بدبخت تو خماقی بابا نمیشه خودت نمیبینی چرا من بنده برو دیگه ریدم تو سازنده این بازی زندگی تو همه جا چرا فقط به خودت فکر میکنی تو این بازی 2 نفره خسته شدم برو بیا دیگه سری آخر فقط به خودت فکر میکنی ببین این سری آخر نرین دیگه بزن ببینم چیکار داری میکنی مستعبد برو اشتی کارت چی بود تو این بازی؟ تو داری خودی رو میزنی وای بزن اینو بزن خار خودم رو گاییدم دهنتو گاییدم داداش از اینجا اومد خدا رو شکر خودم چرا رفتم مثلا یه کاری کن با این خوسکش من تو همه محافظت امیر میگم دختره که آمار بدید
چقدر زیادن اون چه دایرکت تلگرام اینستا تویتر تمامی نداره مرسی استریم کنید خیلی نه آخه پشتشم چیز چمنزاره نه واقعا به تو بیشتر میاد. نگه تو حتی صدای بازم نمیاری جون برم. ببین خیلی باحال شد. هیجان انگیزی دارم سرگرم میشم با این من نمی‌دونستم فیلتر بوز انقدر خوشحال میشم. واقعا دارم خوشحال میشم با فیلتر بوز. تو این بازی تو یک گاوی خب که بعد خودتو پخ و دراز کنی خب با صدای زیر اینجوری کن. من همه هیلمو بهش دادم گفتم پارسا برو بیفت همه هیلمو بهش دادم من 8 بودم من که نمیگم تو کشتی من هرچی هیل داشتم به تو دادم ولی به تو دیسی کردی ها اصلا دیگه پارسا برو جلو من دیسی میشه من وا 8 بود چون شدن 10 همه دیسی کردی نمیبانی ببین باید اینطوری صاف بری یا ساخ بری بعد آقا داریم ساخ میریم بیا ساخ بریم بیا بکن بریم دیگه مانی چی مرسی من دیگه نمی بیپر سرجوگیت شانس آوردی دوستی عزیز وای خوشحالم که وایسادی وای شجان بجه من کونمو در نظر بگیرم یا رنده نشه کونمم بره کونم قدره وایسا نگران نباش وایسا بیا من مامانمو میخوام بیزن تو رو خدا اونجا رو نپر بیزن نپر وایسا ببینم در خطری نه غلط کردم وایسا این بره بعد این میریم خب بیا این دفعه دیگه گرفتیمش وایسا همجا اوکی هنوز نه سرجون دنبال من بیا پیشم گنده اصل بیا این بالا اوکی سرجون بیبیش ریلکس بودن داری بازی ممنون ریلکس بودن میمیری پیشم خوب بگو خودی رو نمیپری تبدیل شدی سرجون دنبال من بیا پیشم اصلا پیشرجان خودت برو نه برو مطمئنی؟ آره خب پیشرجان بیا پا گوش میدی بی فرمان من از همینجا میپریم حالا اینجا میپریم حالا اینجا باریکن دیگه اینجا من وجود نداشت بیا وای مانی چی مرسی من دیگه نمیتونم دیگه درازش کن الش بیا من دیگه من چیز بسرم بگیرش ساقیت این خندیدم یک لحظه همه چیز یادم رفت دلار زیاد زندگی بدبختی کوفتی بیا بپریم بریم دلار داره گرون میشه فکر کن اینا دلارن let me tell you something
tell you. ما تونستیم. آروم باش. آروم باش. آروم صاف کن. صاف کن. بیا ساخت بیا. خب این یارو 20 تومن. منحرف اول من میرم. اون دست ازن کسیم مال من بود. برو دیگه مال تو نیست. برو بده من. بابا نه برو. عجب آدم عوضی دختره. من چرا زدی آقا جان؟ دهنت سرویس من. آخ herkese salam. یه دونه زد تو کلم. میگه اگه یه نفر دیگه رو بکشی برت میکنیم. خودتو بنداز پایین. من هیچ دیگه تیر بهش بزنم. زدمش شد. دمش شد. سرو دکمه سرو بزنم. برو خدا کلیپ. یادم نبود چی. خدا کلیپ بگیر. برو وای. اون چاله درون چکار داشتی؟ Asabamı kurt kertiyor canım. وای 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 بیا منو بگیر نمیخوره منو بگیر آی من مردم کمک باشه سید باشه من گاییده میشم نزنه پشت تو بابا دهنت من مردم کمک سامان نمیبینی کجایی موقعی که باید بزنه نمیزنه لاشی فقط کیلای ما رو بلده خوب بزنه سامان حرف میزنید خودتون باید بزنید دیگه من باید بزنم نه اصلا ما تیم بزنیم ما اصلا تیم نیستیم من سولو میرم هایکیل کنم دیگه چیکار کنم شما داری صحبت هایکیل که اینو تو همین دیگه ببین گزمت کی داره؟ هیچی بدید من یه حرکت بزنم اگه داری نهایتا میریم بالای اون و نزدم اینو دقیقا زیرمون حالی اینو من دارم صورتش تریسیشتی کنم دیدنش میدی جلوته ها بابا بچه گفتم تریسیشتی من فکر کردم خبری نی اینا چه زامدارش اینجوریه من ندیده بودم اینا رو باورت میشه کرم کیون کنی خریدم یعنی چی کیونی کنی نه کرم کیون حتی نمیشه کیونی کنی این ته موشین پیام اومد فکر کنم دوستان چی رو کلیپ کردید واقعا پیام اومد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از برنامه مورد علاقه زمستان پیاپی به بهارم برسان بر لبم گرفتی محمود علی رضا را گرفتی من رد شما داره گرفتم برو الان دنده رو پیه یا آر دنده هنوزم ایسکاش اصلا اوشه بیرون دستی بالاست را گرفتی یا الله یا الله آقا نیا ببخشید خاک پاتونم این قلب پاک شما رو میرسونه قربون شما برم عزیز دل اینم یه فرهنگ سازی بود قربون شما سازی چی رندو عزیز دلی فدای شما قربون شما عزیز دلی من خانم رو میشناسم ولی خیلی آشناست
جدی؟ حاجی این چی بود دیگه؟ از وسط 12 تا چیز حاجی من افسردگی حاد از همین الان گرفتم. باورم نمیشه. واقعا باورم نمیشه. چجوری از وسط اینا رد شد؟ یعنی از این گوشه یعنی چی؟ چه کار موزه کسری ها چرب میشه به جیبت بدری جون. من ناخودآگاه خاطرخواش شدم. ناخودآگاه؟ چرا؟ یادش بخیر ایشون زمانی که خودت هم نفهمیدی 15 سالش بود چون یه جاندره زده 15 سالش بود چیه؟ من به دلایل خودم بودم. تو رو خدا کانتکتی ما این امیررضا قاطی شده. اسم رو ببینیم پشمان میریزه. کریمی اصفهان، بانک تجارت جوشقان باقری، کولر کولر نه اینو نخون آقا چیکار داری میکنی؟ آقا چیکار داری میکنی؟ آقا بایستادم من اون جلو دارم اون تویت از اون جلو معلومه بابا بذار پای سریعه رو نگاه کنم دارم چیکار میکنم. بذار پای سریعه رو نگاه کنم دارم چیکار میکنم. بذار پای سریعه رو نگاه کنم دارم چیکار صبح باید جبران میکنم. حرف اساسا یه بار برات قائلم. بعدش هم که دیدم اینجوری معروف شدی این کلیپ میشه بعدن تو توییت چرا تو ما دادی زبون تو بنده بیرون. برو یه خدا وکیلی خوشمزه. چی؟ این ماسخیارم هم علیزو دیاک یه زبون تو رو بنداز بیرون. اومده قطار اومد وایس دست نزن بابا نکن الان میریزه رو من. اونور بهش بده. اونور بهش بده. تو نه اون دیگه اوق میزنم. علیزو دیاک قطار اومد. چی داره تو برنامه پیمان آمونه. یه زن اینجوری هم دوست دارم. مثلا هورموناش زیاد باشه. این حرفا دیگه جایی نداره. بازم خانمم یه مقدار میخواد کمکم بکنه چون هرچی باشه هم خانمه هم ظریفه هم لطیفه هم آشپزیش خوبه. خب میگفتی ایشون شرکت که کنه. من انجام میدم از خودش یاد گرفتم. خب اولین قدمی که باید بریم جلو بد میزنم تو سر تو چاقا. تو اچ پی دارم. خط یکسان رو نگه داشتم کل این منتظرم یکی بگه کجاست. علی دی پی گفت اومدن بی گفتم چند تا. از اون موقع تا موقعی که تو گفتی سینا برو بی اینفوی نیومد تو کامس. نبیل پادکست رو اجرا میکنه. من آخری کشتم آب داشت. آبشو برداشتم و آروم به کیرم نبیل. دیگه نداری آپو. یه دونه گان بده امیر. اینجا بازم همون چپت هم یکی دیگه هست نبید. ده مای بد لگ خورد. تو OBS اونجا وا نمی‌کنی؟ چرا باز می‌کنم؟ این خیلی OBS چون OBS خیلی OBS اصلا اپلیکیشنی اسمانی فقط اینو اینجوری چیز می‌کنی؟ چی داری میگی؟ آره کتشه داریم. نه گفتم اسمش رو بزنیم. OBS اینو یه جدی. ولی منظورش چیز بود. واقعا کسکی بردن من خیلی ساده است. واقعا جدی دارم. من اصلا تو رو کسگیر نمی‌کنم. فراموش کردم اصلا. مگه شیلد داشته باشید ناش میشی.
اچ پی مهمتر چجوریه؟ پایینش اچ پی دارم بالاش شیلد دارم. مهم نیست شیلدم فول باشه یا هرچی، اچ پی کم باشه میمیرم. مورس و کار 98 خوبه اوکی. باشه نبید توف کنید تو صورت. خب بچه‌ها اسنایپر برمی‌داشتم. دهنتو گاییدم همین رایت. شاتگان اومد دستش. سینم هم توف کردم ازش. الان با بکشیمش ناصر. بیا جون مادر سری بیا. نه او دکتر باباری کلا مگه میشه همچین چیزی واقعا وای. اوه ماشاءالله هرسش کن ماشاءالله ماشاءالله زن بزنش خیلی خوبه خیلی خوبه بیرحمانه خوبه شب اینجا میخوابی من نمیدونم کل خونه من آرامشه من باید دور از تو باشه